تهران رادیو پیام. ساعت 4 و مروری بر اخبار نیمروزی. وزیر کشور از هموطنان خواست صندوق‌های صندوق‌ها برگه‌های رأی را تا حد امکان کامل پر کنند. به گفته مصطفی پور محمدی با این کار مردم اولا از حق خود به طور کامل استفاده می‌کنند و دیگر اینکه انتخابات به دور دوم کشیده نخواهد شد. اعلام به لحاظ میزان پرداخت زکات در کشور منور شد. هواشناسی هوای سواحل غربی دریای خزر شمال غرب و کشور در ساعت‌های آینده بارانی خواهد بود. زمین لرزه‌ای که 5 روز پیش در آریان شهر و خراسان جنوبی را لرزاند به بیش از 1188 واحد شهری و این منطقه آسیب زد. مدیرعامل سازمان ریاضی میوه و طب‌بار تهران از پای صندوق‌های رأی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. Merci beaucoup. De rien. Merci infiniment. Si vous pouvez régler l'intégralité en un mois, c'est d'accord. Oui, un mois. Je ne peux pas attendre davantage. Désolé. Au revoir. Quel est le problème? J'en sais rien, ça marche pas. Là, on est au sud-ouest de Téhéran, en banlieue. Dans les plus petites maisons du quartier, et on parle de 20 mètres carrés, même les gens qui n'ont pas de télécouleur sont équipés d'une parabole. Ils n'ont que ça pour se distraire.
یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر